جینا هی جینا جون خوشگلم. جینا مامان. آه خدای من چقدر تو قشنگی، چقدر تو قشنگی. جینو جینو میدونی قراره امروز بری جراحی؟ آره؟ نمیدونی؟ یکم اذیت میشی خوشگلم، یکم اذیت میشی ولی عوضش بیشتر پیش ما میمونی. آره؟ آره؟ قربونت برم حال. چون خزنده وحشی هر روز یه بشکه خون مینوشه. خزنده وحشی خسته. مارولک یه نگاهی به خزنده وحشی میده ولی از ترس سر جاش قفل شده. خزنده وحشی امروز خیلی چون تشک خورده. اینا ترسیدی؟ وای 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 همه رو میخوریم، همه رو میدم تو بخوری باشه؟ آفرین. مرسی مرسی مرسی. سلام بچه ها، خوبید؟ بچه ها من این هفته درگیر عقیم کردن جینا بودم. الان شنبه است 16 بعد آره دیگه 16 بعد ما روز هفته گذشته چهارشنبه بعد از ظهر جینا رو عقیم کردیم. بعد دیگه چهارشنبه شب که رسیدم من خونه ساعت 8:30 اینا بود. خیلی بیحال بود، اصلا حال نداشت تکون بخوره. بعد خیلی پروسه پر استرسیه. اگه شما مثلا به موقع سگتون عقیم نشده باشه خب یه سری خطرها داره که خب ریسک داره عملش دیگه. باید حتما تحت نظر پزشک باشه، یعنی باید پزشک سگتون در واقع یا اون پتتون حتما نظرشو بگه که الان اصلا میتونید عقیم بکنید یا نه، چون معمولا باید شما بعد از جونمون یعنی شما بعد از البته بستگی به نژاد سگتون داره، بستگی به جنسیت سگتون داره، بعد سنش، اینا همه عواملی هستن که توی این قضیه دخیلن که شما چه موقع بهتره که سگتون رو عقیم بکنید. بخواب آفرین دیگه. بچه ها من نمیبینن جینا جون دیگه، بچه ها من نمیبینن که اینجا باشن. آره بعد دیگه به همه اینا بستگی داره که شما سگتون کی باید عقیم بشه. ولی خب مثلا ما جینا رو حالا به خاطر یک سری عوامل مجبور شدیم که دیر عقیم بکنیم. نیست نمیدونیم چطوری خوابیده. جونمو تا 2-3 روز اوکیه که غذا نمیخورن به خاطر اینکه جراحیشون خیلی سخته. بعد و اینکه به خاطر داروی بیهوشی و اینا هم هست که دیگه مثلا زیاد غذا نمیخورن. بعد از فرداش که دیگه غذا نخورد، یعنی روز پنجشنبه دیگه
مجبور شدیم ببریم بهش سرم بزنن جای غذا و تا 5 روزم باید آنتیبیوتیک بهش بزنن و 2 تا آمپول دیگه هم هست که به خاطر جراحیش و برای اینکه بدنشون عفونت نکنه و اینا باید آمپول بزنن تا 5 روز بعد از جراحیشون. فرداش هیچی نخورد. بعد پس فردا یعنی روز جمعهش از صبح دیگه مثلا از ساعت 7:30 هی شروع کرد به خوردن، مثلا کنسرو گرفته بودن که تیکه های گوشت داشت، بعد هی هر 1-2 ساعت یه بار مثلا 3-4 تا تیکه گوشت انقدی میخورد از اون کنسرو دیگه تا بعد از ظهر کنسروش رو کامل تموم کرد. بعد دیگه باز گرسنش بود. شبش دوباره یه کنسرو گوشت دیگه خورد که مخصوص سگاست. بعد پت شاپ ها همه اغلب دارن. بعد دیگه کم کم من استرسم دیگه کمتر شده بود، یه خیالم راحت شده بود که دیگه مثلا غذا میخوره، چون دکترش گفته بود که اگه شروع کنه به غذا خوردن یعنی که حالش داره کم کم بهتر میشه، مثلا دیگه جای نگرانی نیست. میزن که خیلی حالش بهتره، چند سری تلاش کرده برای وقت بدن، ولی دیگه مثلا خیلی سرحال تر شده دیگه. حالا اونقدر سرحال نیست مثلا چون که بخیه دارن و عملشون سخت بوده، کلا بهتره که خیلی هم تکون نخوره تا زخمش خوب بشه. مخصوصا اون هفته اول بگم که این هفته درگیر کارای این خانم خوشگلم بود.